خب ببین امروز توی دایچی استودیو براتون چه برنامه‌هایی داریم ما. قرار ما دوتا بریم لوازم تحریر رو با مبلغ 500,000 تومان ببینیم بهترین و پرکاربردترین وسیله چیه که ما میتونیم بخریم. پس با ما باشین. گارفیلد هست، صاحبش به گارفیلد بهش میگه که من از دستت چیکار کنم؟ نه من واسه تو من چیکارت کنم؟ تو بگو یکی از اینا را، بعد من بهت میگم که بهم غذا بده. عاشقم باش و هیچ وقت من ترک نکن. رسیدیم. اول کدومش بریم؟ جفتش هم بازه. بیا اول سینا رو بریم که کرم دارن دوباره. پس همینجا پسرمه خوب از اون بعد من هم همینو میگم از اون بعد توی گوش نمیدی. گوش نمیدم؟ آره من همیشه گوش میدم. آره حالا مسخره کردی؟ این آمدیم بریم تو ورودیشون بره این برم هست خیلی خوشگلی چون بد اصلا سمت اینو نر نه خب خوش رنگ داره که اینا چیه؟ خوشت اومد نه این دواره ده سارنا همه اینا رو نگاه میکنن و مثل سرجاش میگه خوشگله. باز گفت با این بکشی روی با این چیز با سفیده روش میکشن از با این دیگه میگم با این بکشی روی این خیلی سخته. ای خاک فکر کن بخواد بابا نوشته برای کیدز باشه بازم سخته. شدی برای خودم بدهم یا شما و حریفتون را متوقف کنید. خب زیاد نشد از داخل فیلم بگیریم چون این قوقاب داشتم به ما نگاه کنم هم که یکم سوسکی اشتراک اجتماعیمون نمیذاره کلی دروک بازی در بردیم. آره خب ولی بازم گوشی زیاد دستمون نتونستیم بگیریم ولی اون طرف داشت بهمون میخندید. وسایل پرکاربرد رو بیار پرکاربرد اینو بگیر خب یه لحظه دوستان از نظر من پرکاربرد بود این بود که توازی الان اینجا برعکس که البته اشکال نداره تو ویدیو درست نکنید. چند بود این؟ 820,000 تومان با مبلغ 500,000 تومان بعد تو واسه من خریدی 32,000 تومان مقابل Emotional damn. برای من خودکار گرفتی؟ خب حالا باید باشیم اتوبوس بیاد ما رو ببره خونه. بچه‌ها اینو برای من خریده دیگه مگه برای من نیست؟ بگو برای منه؟ برای تو نیست. حالا خودم بچه‌ها بیاین عادلانه و صادقانه ما رای بدیم کی بهترین خریدو کرده. مثلا باز کنیم ببینیم چی توشه ببینیم واقعا ارزش داشت 820 تومن 100% در مقابل اون مداد خیلی ارزش داشت. چرا؟ مداد نه خودکار تو باش بنویسی جنس خوب برات خریدم اینا پیامه چیزی واسه اینو میذاری اینم جواب میده مثلا بعد راهنما رو بخونیم دیگه چرا بامزه است چی تا وقتی ازم معذرت خواهی نکردی بابت اینکه پامو گاز گرفت تا وقتی ازم معذرت خواهی نکردی بابت اینکه پامو گاز با حرفی ندارم. جوابش زندگی بدون عشق یعنی شلوار کردی بدون کش. خیلی خوبه. آره خلاصه همینه کارتاش. اگه میخوای اینا رو بازی کنیم توی ویدیو جدا کامنت بذار.
کامنت نذارید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله هم بزنید. زنگوله رو هم بزنید. ویدیو گذاشتیم بفهمید. خدافظ. بای بای.